خیلی خوب عزیزان، اومدیم در سایت بیت کوین کاپیتالیست. امروز می‌خوایم که این پلتفرم رو براتون به صورت مفصل توضیح بدیم. یه سایت کلود ماینینگ باشه که من خودم با این سایت کار کردم، یه مدتیه که از این سایت برداشت دارم. امروز گفتم که براتون معرفی کنم، شمایی که با کارکرد این سایت آشنایی ندارین میتونید با دیدن این ویدیو دقیق و کامل با این سایت آشنا بشین. خب عزیزان، یه سایت کسب درآمد آنلاینه که میتونید در هر جایی که باشین با این سایت کار کنید. واقعا کارکردش متفاوته با اون سایت های سرمایه‌گذاری، حالا درگیرش نکنید، یکم کارش فرق میکنه و واقعا ارزش داره که با این سایت کار کرد. من خودم حالا یه مدتی میشه کار میکنم، واقعا هیچ مشکلی ازش ندیدم. تا اینجای کار بدون هیچ مشکلی داره پرداخت میکنه و شما هم میتونید از همین الان با دیدن این ویدیو کار خودو شروع کنید. امروز میخوام در سایت سرمایه بزنم، از سایت برداشت بزنم و جزئیات مهم سایت رو براتون دقیق توضیح بدم. خب امروز تاریخ براتون نشون بدم. شما که ویدیو رو میبینید تاریخ 30 سپتامبر می باشه که میشه 9 مهر. این ویدیو رو الان ضبط میکنم. خب برای شروع لینکش در قسمت توضیحات میذارم. ابتدا برین در سایت رجیستر کنید. از این قسمت میتونید که برین یه حساب کاربری به خود باز کنید. خب فول نیم میخواد، لاست نیم میخواد، اینجا هم که یوزر نیم میخواد. گوش کنید که این یوزر نیم رو با حرف کوچیک وارد کنید، حرف بزرگ رو اینجا نذارید. بعد 2 مرتبه پسورد رو وارد کرده این قوانینش رو تایید میکنید و رجیستر رو کلید میکنید. بعد از اینکه ثبت نام کردید با همون یوزرنیم و پسورد خود میرین از قسمت لوگین، از اینجا یا از این قسمت وارد حساب خود میشین. خب عزیزان، من الان لوگین رو کلید میکنم. بذارید این رو توی صفحه باز کنم و این صفحه هم اینجا برامون باز بشه، چون اینجا هم ما یه کارهایی داریم که براتون میخوایم توضیح بدیم. این بخش پلن های سایت که بخش مهم و درآمدزایی سایت اینجاست. خب حالا این که شما تازه کار هستین و تازه میخواین با این سایت کار کنید، ببینید عزیزان طریق کار شکله که در این سایت دستگاه های ماینینگ شما اجاره میکنید و این پلتفرم براتون سود میده یا مفاد میده. به اصطلاح فارسی سود، به اصطلاح دری مفاد. حالا اینکه شما میتونید با این سایت با $40 شروع کنید. حداقل سرمایه‌ای که نیاز در این سایت کار کنید $40. شما اگر $40 دارین میتونید این دستگاه رو اجاره کنید برای 2 روز. حداقل براتون $5 سود میده. اینجا خودش کامل توضیح داده. شما که میایین در سایت یکم پایین اومده این بخش choose your plan رو پیدا کنید. اینجا ببینید که چند تایه، 12 تا پلن داره فکر کنم، 8 9 یا 12. بله، از $40 شروع تا $15,000 میتونید در این سایت دستگاه اجاره کنید. خب حالا این که من قبلا اجاره کردم و از تجربات خود میخوام براتون یه چیزایی رو توضیح بدم. ببینید عزیزان، شما اگر اینجا میگه $350 دارین میتونید این دستگاه رو اجاره کنید. مدتش اینجا نوشته 6 روز. اینکی ببینید این دستگاه 4 روزه، این دستگاه 8 روزه. هر دستگاه یه مدت داره. بعد این که میگه این دستگاه روزانه برات چقدر میده، ببینید روزانه میگه که 70 تا $75 برات این دستگاه سود میده. خوبی که این دستگاه داره اصل سرمایه شما قفل نمیشه، هر روز براتون سود میده. مثلا این که روزانه برامون گفته 70 تا $75 میده، ضرب 6 کنید. من مثلا اوسطش میگیرم 72 ضرب 6 چقدر میشه؟ $432. این اکی پلن برامون $432 میده که اگر 350 تا رو در بیاریم، بذارید من اینجوری بگم 350 تا رو من منها میکنم $82. ببینید این سایت برامون $82 از این پلن برامون سود میده که اینجا خودش درج کرده. حالا میشه $80 از این سایت شما سود میبرین، از این پلن ببخشین، از این پلن $20 سود میبرین، از این پلن شما $200 سود میبرین. هر پلنی که نیاز دارین برین سرمایه‌ای که نیازه ببینید و اینجا ببینید که براتون چقدر سود میده. من الان میخوام که در سایت یه مقدار سرمایه بزنم. حالا $2,000 میخوام سرمایه بزنم که برام تو 11 روز $650 سود میده. در ادامه برداشت هم میزنم، طریق برداشت رو براتون یاد میدم. خب حالا این که چطور میشه در سایت کار کرد.
حالا ما در اینجا وارد حساب کاربری خود شدیم. این بخش داشبورد بالانس شما رو نشون میده، رفرال بونوس رو نشون میده و USDT والت. شما میتونید که با USDT از این سایت برداشت بذارید. خب اینا رو ببینید، این سوت هایی که برام اومده، پول هایی که برام اومده، اینا رو میتونم من الان در کل برداشت بذارم. خب این که عزیزان در قسمت ماینینگ، استارت ماینینگ یه بخش داره که شما میتونید از اینجا یکی از این پلن ها رو خریداری کنید. من میخوام برای شروع برم یه پلن به خود فعال کنم. طریقه فعال کردن پلن خیلی ساده است عزیزان. شما اگر بالانس دارین میتونید با این بالانس خود همچنان یه پلن فعال کنید. من $75 دارم توی این بالانس خود، میتونم که یه پلن $75 خریداری کنم، اما $75 که چیز نداره، میتونم $40 یه بار بخرم. متوجه کار شدین؟ اگر من $80 داشتم میتونم 2 مرتبه این پلن رو خریداری کنم، یا این دستگاه ماینر که همش اینجا واضح نوشته. خب بچهای گل، حالا شما اگر تو والت خود و تو صرافی پول دارین، کارکرد ساده است. میرین از قسمت استارت ماینینگ یکی از این پلن ها رو انتخاب میکنید. حالا من میخوام این پلن $2000 رو فعال کنم. ببینید میگه که $2000 تو رو که میدیم، هالوش $650 برات سود میدیم. در کل $2650 برام برمیگرده. روزانه اینقدر برام میده. ببینید روزانه من میتونم $235 حداقل برداشت بزنم. نظر به قیمت بازار حالا این مقدار فرق میکنه تا $245 هم برام میده. بریم یه محاسبه کوچیک انجام بدیم. حداقل که برام $235 بده، ضرب 11 کنیم میشه $585. حداقل $585 من میتونم بگیرم. و اگر برام $245 بده، ببینید 245 ضرب 11 تا $695 هم برام سود میده این سایت. خب حالا میگم نظر به قیمت بازاره و کارکرد سایت به همین شکل گفتم متفاوته، ولی خیلی خوبه چون اصل پول شما قفل نمیشه. روزانه $200-300 از این پلن من میتونم برداشت بزنم و این واقعا خیلی خوبه. خودتون برید پلن‌های دیگه رو تک تک بررسی کنین، اینو ضرب این کنید، مدت روز براتون اونقدر سود میده. و در آخر حالا شکلی نیست که از سرمایه شما برگرده. در این سایت اصل سرمایه بر نمیگرده، اون سرمایه با سود روزانه براتون پرداخت میکنه. خب این قسمت باینر رو من کلید میکنم. ببینید اینجا پلن $2000 ماینر T21. ببینید اینجا میگه from balance. اگر بالانس دارین این $2000 رو میتونید از طریق بالانس خود خریداری کنید. حالا من بالانس ندارم، دایرکت پایمنت رو کلید میکنم، اینجا باینر رو کلید میکنم. ببینید که خب این قسمت کریپتوکارنسی رو انتخاب میکنید. یه توضیحاتی برامون اینجا میده که من کانفرم میکنم. اینجا باید کانفرم پایمنت یا پایمنت کانفرم رو کلیک کنید. بعد ببینیم که برامون یه صفحه اینجا باز میشه. خب عزیزان اینجا دقت کنید چون خیلی مهمه. شما این $2000 یا 2000 تتری که انتخاب کردین میگه که با چه متدی میخواید پرداخت کنید. شما حالا تو کیف پول خود یا تو صرافی خود کدوم ارز دارید، اون ارز رو اینجا سرچ کن. مثلا من USDT دارم، ببینید اینجا USDT رو من سرچ میکنم. شبکه‌های USDT اینجا میاد. شبکه TRC20 داره یا اون ترون، شبکه اتریوم، شبکه بایننس، شبکه سولانا. ببینید کلی شبکه USDT اینجا میاد که فکر کنم تمام شبکه‌های USDT رو پشتیبانی میکنه. اگر شما میخوای با BNB سرمایه‌گذاری کنی، اینجا BNB سرچ کن. ببین BNB BIP2 و BNB BIP20. با هر حال اینجا متدی که میخواین سرمایه‌گذاری کنید رو انتخاب کنید. ببینید لایت کوین داره، دوج داره. فقط یه بار که کلیک کنید دیگه تمومه. فقط اینجا تا کلیک نکرده مطمئن بشین که با چه متدی میخواین سرمایه‌گذاری کنید. حالا من USDT دارم، USDT TRC20 یا ترون. اینجا کلیک میکنم، دقت کنید بله میگه که $2000 دقیق شما باید داشته باشی یا 2000 ترون. خب من نکست استپ رو کلیک میکنم، متد رو اینجا انتخاب کرده. ببینید به همیشه یه درگاه باز میشه که باید من این مقدار رو به این آدرس ارسال کنم. حالا شما هر متدی که انتخاب کردین مقدار اینجا براتون باز میشه که کپی کنید و به این آدرس ارسال کنید. خب الان من با صرافی خود میرم این کیپ رو
اسکن میکنم و این $2000 رو ارسال میکنم. صبر کنید تا این ترانسفر رو انجام بدم. و بعد از اینکه ترانسفر رو انجام بدم تایید میشه و پلنم فعال میشه. یه لحظه صبر کنید که من این ترانزکشن رو با گوشی موبایل خود انجام بدم. خب عزیزان، همینطوری که میبینید این قسمت سمت راست بالا سرمایه‌گذاری ما انجام شد و پلن ما فعال شد. اپروفت ببینید تایید شده، استاتوس اینکی اپروفت شد، یعنی الان پلن ما فعاله. $2000 اینکی پایین unpaid چون پرداخت نکردیم. من تست کردم ببینم که مشکل نیست و رفتم سرمایه که زدم اینجا برامون تایید شد. الان این پلن فعال ما اینکیه، اینکی فعاله. اینو شما در نظر نگیرید، این چون پرداخت نکردم اینجا میاد unpaid. شما اگر اینجا درگاه باز کنید و پرداخت نکنید براتون همچون صفحه نشون میده و اگر سرمایه‌گذاری رو با موافقانه انجام بدین تایید میشه و پلن شما فعال میشه. الان شما یه پلن $2000 فعال دارین. به هر حال اگر همیشه که من انجام دادم انجام بدین. در قسمت داشبورد هم براتون نشون بدم اینجا که $2000 سرمایه زدیم. ببینید دپوزیت ویا کریپتوکارنسی و رفتیم 2000 تا خودش اتوماتیک گرچه رفت پلن رو فعال کرد و همیشه الان پلن فعال داریم که برامون هر روز سود میده که این سود ها میره در قسمت USDT والت قابل برداشته. خب عزیزان، من الان بخش های سایت رو براتون توضیح میدم و برای برداشت یه ویدیو جدا میسازم که تو ویدیو جدا میخوام برداشت بزنم چون ویدیو طولانی شد. قسمت ماینینگ ترک اینجا دستگاه ماینینگ که اجاره کردین نشون میده. قسمت رفرال داره که چقدر رفرال دارین اینجا براتون نشون میده. این بچه‌هایی که با لینک من سرمایه زدن، ببینید بچه‌هایی که سرمایه زدن اینجاست، سویت هایی که برام اومده میتونید ببینید. قسمت والت داره که شما میتونید قبل از برداشت برین والت خود اینجا ذخیره کنید، بعد برین برداشت بزنید که با USDT میتونید برداشت بزنید. قسمت ودرو ناو داره که میتونید برین مستقیم اون پولی که میاد برداشت بزنین. $20 کمترین برداشت تا $1,000,000 هم میتونید از این برداشت بزنید. این قسمت مای ودرول برداشت‌های قبلی شما نشون میده. قسمت پایمنت لوگ ببینید اینجا سرمایه‌ای که میزنین چون ما اینکی رو سرمایه نزدین قبول نشده، یکی رو ببینید ما سرمایه نزده بودیم و بعدش رفتیم سرمایه زدیم. این ترانزکشن که یه خلاصه از اکانت شما رو نشون میده، چی کار کردید، چقدر سود بوده، چقدر برداشت دارید، همه رو نشون میده. قسمت پروفایل ستینگ داره که تنظیمات اکانت خود رو میتونید برین اینجا درست کنین. چنج پسورد داره که طبق معمول از اینجا میتونید پسورد خود تبدیل کنین. تو FA سکیوریتی هم که میتونین گوگل اتنتیکیتور رو فعال کنید و دو عامله اکانت خود رو امنیتش رو ببرین بالا. دیگه بخشی نداره. قسمت ساپورت داره که میتونین یه تیکت بزنید و مشکلات خود رو حل کنید. این هم که تیکت های قبلی شما رو نشون میده اگر تیکت فعال داشته باشید. خب کارکرد و همین شکل عزیزان میتونید خودتون برید در قسمت کانتکت اینجا شبکه‌های اجتماعی این سایت رو ببینید. کلی شبکه اجتماعی داره، شماره تلفن داره و در کدوم کشور فعالیت میکنه اینجا همه نوشته. خب دیگه هر نوع سوال بیشتر داشتین در قسمت کامنت ها هم میتونید درج کنید. یه سایت فوق‌العاده، یه سایت خوبیه که من خودم 2000 تا سرمایه زدم. اینجا تراکنش رو گذاشتم. این 2000 تایی که من سرمایه زدم خودتون ببینید 7 دقیقه قبل سرمایه زدیم، از این والت رفته به این والت پلتفرم که ما درگاه باز کرده بودیم. 2000 تا رو به همین شکل من ارسال کردم با گوشی خود. دیگه بخش نداره عزیزان. تا ویدیو بعد ما بعد خدا یار نگهدارتون، موفق و همیشه پرسود باشید.